بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با برنامه لحظه های آسمانی در این اوقات شام یکی از روزهای ماه مبارک رمضان سال 1438 هجری قمری خدمت شما عزیزان هستیم. البته مفتخرم که در این برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین اگر اجازه بدیم که بار دیگر دشمنان وطن و دشمنان ملت افغانستان که نه احترام به زمان مبارک و نه احترام به مکان مبارک، یعنی زمان رمضان و مکان مسجد احترام نمیگذارند، حادثه خونینی که دیروز در شهر ولایت هرات باستان در جوار مسجد جامع بزرگ شهر هرات رخ داد که جان 10 تن از عزیزان ما را گرفت و 20 تن مجروح ساخت. این حادثه المناک محکوم نموده و از الله سبحانه و تعالی برای شهدا جنت الفردوس و برای مجروحین شفای عاجل و کامل و برای بازماندگانشان صبر جمیل و مزد جزیلی را خواهانم. گرچه جناب استاد بزرگوار به این مسئولیت ما ادا نمیشه که دشمن بکشه و ما بیاییم به مجروحین دعا کنیم و به شهدا مقام رفیع بخواهیم و به بازماندگان صبر و حادثه را محکوم کنیم. اما چون دیگه کاری از دست ما برای فعلا نمی آیه، در این لحظات آسمانی و در این لحظات پر از فیض و برکت و مبارک دعا میکنیم که پروردگارا دستان تمام مغرضین را از سر ملت مظلوم افغانستان کوتاه بگردان، دستان ظالمین را کوتاه بگردان و در افغانستان صلح و صفا و صمیمیت و امنیت قرآنی یا الله پروردگارا عنایت بفرما و ملت افغانستان را از این درد و رنج و مصیبت نجات بده. آمین یا رب العالمین. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز و گرامی، البته در این قسمتی از برنامه لحظه های آسمانی میخوایم روی موضوع تزکیه نفس در قرآن صحبت بکنیم، چون اگر حالات کنونی امت اسلامی را ما مد نظر بگیریم، در این کشورهای اسلامی چه جریان دارد، اکثریت این اعمال و این جرائم و این جنایات تعلق میگیرد با نفس، که نفس اینها اماره بالسوء شدن، نفس اینها یک نفس شیطانی شدن که ایشان را وادار میکند به اعمال ظلم و جنایات و غیری که ما شما شاهدش هستیم. اگر نفس ها درست شود، نفس ها اصلاح شود، بدون شک آمار جرائم، آمار گناه، آمار جنایات پایین می آید. این آمار جرائم و جنایات و گناه در وقت بلند می رود که نفس ها ناپاک می شود، نفس ها خودش شیطان دیگری جور می شود. در این قسمت انشاءالله روی تزکیه نفس در قرآن صحبت خواهیم کرد. جناب مولانا میشه برای ما تزکیه نفس در قرآن که ما میگوییم معنای این تزکیه چی هست؟ تزکیه یعنی چی و چه اهمیتی دارد تزکیه نفس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. صدق الله العظیم. خود تزکیه به معنای تطهیر، به معنای پاکی و در بعضی از وقتی نگاه میکنیم به لغتنامه یا به واژه نامه یا بالاخره به کتب لغتی که هست، به معنای نمو، رشد. به هر حال
خود تزکیه به معنای پاکی هست. همانطوری که قبلا شما اشاره کردیم، به راستی هم که ما امروز اگر شاهد مشکلات گوناگونی در جامعه خود هستیم، چون نفوس تزکیه نشده و تطهیر نشده و او رشد و نمویی که باید میرسید نرسیده. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام مردمانی بودند که یعنی از قساوت قلب بعضشان فرزندان خود زنده و گور میکردن. یعنی دوران جاهلیتی بود که به طفل خود رحم نداشتن، به هیچ، اصلا یک دنیایی بود که مسما شده بود به جاهلیت، یعنی دنیای ظلمت و تاریکی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که پا به عرصه بعثت میگذارن و الله سبحانه و تعالی اونها به عنوان نبی و عنوان پیامبر انتخاب میکنه، 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر نفس کار میکنن تا اینکه از اونها شخصیت های ساخته میشه که الله سبحانه و تعالی اونها تا روز قیامت برای دیگران اسوه و الگو بیان میکنه و از او انسان ها تعریف و توصیف اولئک هم الصادقون و اولئک هم المفلحون میگه. پس مسئله نفس خیلی مسئله مهمه. در قرآن عظیم شان وقتی پیرامون اهمیتی رو پرسان کردیم، الله سبحانه و تعالی وقتی که میخواد اهمیت یک شیء نشان بده، قبل از اون قسم یاد میکنه و قسم اشاره میکنه و بندگان الله هم همچنین وقتی بخواهن یک موضوع اهمیت از اون نشان بدن و عظمت از اون نشان بدن، قسم یاد میکنن. الله سبحانه و تعالی بعد از چندین قسم در قرآن در سوره شمس وقتی که بیان میکنه و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، اصلا قسم به خورشید و به ستاره و قسم به شب و به روز و بالاخره تا بعد از 8 آیه، آیه 9 میفرماید قد افلح من زکاها، رستگار کسیه که او خود را و نفس خود را پاک کرده. در ادامه میفرماید و قد خاب من دساها، کسی که بیچاره که آلوده ساخته نفس خود را. پس از این آیه مبارکه اهمیت و جایگاه نفس و پاکی نفس و تزکیه نفس نشان میده. و همچنین وقتی که نگاه میکنیم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با او همه عظمت و بزرگی که نفس مبارک نفس طیبه بود، رسول نازنین صلی الله علیه و سلم، خب شخصیتنا واضح و مشخص هست، با همه او عظمت و بزرگی باز هم دست به دعا بلند میکنن و دعا میکنن اللهم آت نفسی تقواها و زکاها انت خیر من زکاها. خدایا تو برای ما تقوا بده و این نفس را پاک بکن، الله اکبر، و این نفس را تو تزکیه بکن و این نفس را، چون تو بهترین تزکیه کننده هست. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی دست به طرف الله سبحانه و تعالی بلند میکنن و از الله سبحانه و تعالی میخوان که خدایا نفس مرا پاک بگردان و نفس مرا تزکیه بگردان، این عظمت و اهمیت و جایه تزکیه نفس را نشان میده. و همچنین وقتی که نگاه میکنیم یکی از راههای جنت، یا نمیتونیم بگیم که یکی، بلکه بالاخره راه جنت، طریق جنت تزکیه نفسه. الله سبحانه و تعالی میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نهی میکنه نفس خود را از هوا و هوس. یعنی چی؟ یعنی تزکیه میکنه. نتیجه چی میشه؟ فان الجنة هی المأوى، جنت جایگاهی از این هست. و همچنین که ما به طور خلاصه بیان بکنم اینه که وظیفه انبیاء علیهم الصلاة والسلام، یعنی انبیاء علیهم الصلاة والسلام از آدم تا خاتم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم و سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام که ابو الانبیاء هست، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که وظیفه انبیاء چی بود؟ و یعلمهم الکتاب
والحکمه و یزکیهم، آماده تا تعلیم کتاب رو بده، آماده تا تعلیم حکمت رو بده، آماده تا اینکه تزکیه کنه اونها را، نفسها را. پس این عظمت و بزرگی و اهمیت و جایگاه تزکیه نفس را نشان میده. تشکر، سلامت باشه جناب مولانا صاحب. وقتی که تزکیه اینقدر اهمیت داشته و یکی از مهمترین وظایف انبیا از آدم تا خاتم هم این بوده که باید نفس‌های امت‌هایشان را تزکیه بکنند، حالا که ما در امروز زندگی میکنیم میبینیم در اطراف ما اقشار، گروه‌های متعدده، افراد متعدده، بگوییم انسان‌های متعددی، هر کس ادعای تزکیه میکنه که من این کار را میکنم یا به این راه روان هستم تا خود را تزکیه کنم، نفس خود را تزکیه کنم. آیا واقعا تمام اینها در این ادعایشان راست هستند؟ درست میگوین که واقعا اینها دارن تزکیه میکنن یا تزکیه هم مثل که وسیله یا توسل ما مشروع و غیر مشروع داشتیم، تزکیه هم چنین هست؟ شما ببینید مسئله تزکیه وقتی که در شرایط امروزی نه تنها فرق اسلامی بلکه ادیان مختلف الان تزکیه دارن، یهودیت با روش خود، نصرانیت با روش خود و همه اینها ما قبلا اشاره کردیم که وقتی تزکیه راهی از راههای جنت هست و تزکیه هدف اصلی و اساسی یعنی انبیا علیهم السلام آمده بودن، پس باید تزکیه موافق به شریعت باشه، موافق به راه انبیا علیهم السلام باشه. ما نمیشه که تزکیه را از پیش خود بسازیم و اختراع بکنیم و بیاییم. مثلا ما نمونه های که در شرایط کنونی میبینیم، بعضی انسان ها چنان بر سر خود فشار میارن، از جامعه مثلا عزلت و گوشه نشینی دارن، برو در یک غار و بالاخره بنشین تک و تنها، از اجتماع دور، از نماز جماعت دور، از سله ارحام اینا دور. همه اینها مسائل ای بس تزکیه نیست. ما یا مثلا بعضی انسان ها شیء حلال به خود حرام میکنن، از فلان شیء من نمیخورم، از خب چرا نمیخوری؟ خب چون من دوست دارم تزکیه. الله سبحانه و تعالی حلال کرده، یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات. اول انبیاء علیهم السلام یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات، حتی یا ایها الناس. درباره الله سبحانه و تعالی به کل مردمان، به انبیا، به تمام مؤمنین دستور میده که شما بخورید از پاکیزگی ها. وقتی یک چیزی را الله سبحانه و تعالی حلال کرده یعنی که پاک هست، پاک هست. وقتی که پاک بود این دیگه انسان نمیتونه و بالاخره در این راستا. پس بناهن یا مثلا بعضی انسان ها در شرایط کنونی ما داریم عده و اقشار ازدواج نمیکنن. چرا ازدواج نمی کنیم؟ من تزکیه بالاخره در گوشه من می نشینم و در ازدواج نمی کنم، چی خواهر و چی برادر، در حالی که ازدواج سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، سنت انبیا علیهم السلام و مسائل دیگری. و یا این که ما بعضی اشخاص حتی شنیدم و بعضی اشخاص هم دیدم و هم با اونها حتی سلام علیک و اینها دوستاد نظر به ای که اونها به پیش خود زهد دارن، تقوا دارن، پرهیزگاری دارن، مثلا 5 سال 6 سال شیئی که جویده بشه تناول نکردن، فقط از اشیای شیر استفاده کردن یا حتی جو و گندم را آرد کرده بودن، از او کپه میکردن و بالاخره میگفتن. اینها مسائلیه که شریعت مقدس اسلام، نبی کریم صلی الله علیه و سلم همونطوری که همون 3 صحابه تصمیم گرفت که یک صحابه گفت که من دیگه تا روزی که زنده باشم روزه میگیرم، یک صحابه گفت من همیشه شب زنده داری میکنم، یک صحابه گفت من هیچ ازدواج دیگه نمیکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی را شنیدن آمدن گفتن که من از همه شما متقی ترم
یک بعضی وقت روزه میگیرم، از روزه نفل البته روزه نوافل، بعضی روزها روزه میگیرم، بعضی روزها افطار میکنم و حصه از شب میخوابم، حصه از شب بیدارم و همچنین با زنان منکوحه خود نزدیک میشم و با زنهای دنیا که ازدواج کردم و ازدواج میکنم. بعد فرمودن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من ابا بورزه از من نیست. پس تزکیه یک همانطوری که اشاره کردیم که هر گروهی ادعا میکنه، ادعا نمیشده طبعا با ادعا. تزکیه عبادت هست، درست، تزکیه یک عبادته و قبلا هم اشاره کردیم که مسائل عبادی توقیفی هست، نمیشه که ما از پیش خود او کم کنیم و اضافه کنیم و در این قسمت بهتر اینه که ما انواع تزکیه بفهمیم. تزکیه دو نوعه، یک نوع تخلیه هست، یک نوع تحلیه هست. تخلیه، مراد از تخلیه چیست؟ یعنی گذاشتن، درست، صفات رزیلر و خبیثر گذاشتن باز تحلیه بشه، صفات زیبا و پسندیدر برداشتن. یعنی کسی که میخواه تزکیه خوبی داشته باشه باید اول تخلیه بشه. از چی تخلیه بشه؟ از حرام، از گناه. اول از شرک، درست، مهمترین چیز تخلیه بشه. بعد از شرک مسئله ریا هست، بعد از ریا عجب به نظر خود آمدن، بعد کبر، غرور، حسد، بخل، عداوت، دشمنی. اصلا در دنیا مسئله قوم و قومگراییه. اصلا اگر کسی گفت که قوممه، رفت به خاطر قومیت جنگید، این نفس از تزکیه نشده. اگر رفت و بالاخره حرص دنیا، هر کس حرص دنیا داشت، نفسی تزکیه نشده. این قضیه تخلیه هست. درست، شرک و مسئله بدعت و مسائل ریا و عجب و غرور و اینها را تخلیه گذاشتن، از خود را از این چیزها پاک کردن. درست. مسئله تحلیه یعنی مزین ساختن، قلب خود را مملو بگردانه، مزین بسازه. اول از چی؟ از توحید. بعد از توحید چه؟ اخلاص، صبر، بردباری، حلم، شفقت، مهربانی، اخوت، محبت و صمیمیت، امر بمعروف و نهی از منکر و صفتهای دیگری که صفتهای زیبا و اخلاق و روش، همانطوری که قرآن میفرماید و قولوا للناس حسنا. مسئله اخلاق، مسئله انجام دادن تمام کارهای نیک، این تحلیه میشه. این هست تزکیه. حالا یک انسانی هست که میره در غار کوه می نشینه، سالها شاید بر سر خود فشار و مشقت و اینها بیاره، اما نفس از او تزکیه نمیشه، چون شاید از او ریا باشه، شاید در از او عجب باشه، در از او عملی باشه که خلاف شرع باشه، بدعت باشه. اما یک نفر هست که به تخت دوکان به تجارت و به معامله نشسته، و بازاری که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین مکان بازار هست، اما یک انسان در تخت دوکان نشسته به یاد خدا، به ذکر الله سبحانه و تعالی، با همون تجارت و معامله به صداقت با همون مشتری و طرف خود رفتار میکنه، در حقیقت نفس خود تزکیه کرده. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. من جناب استاد بزرگوار دیروز یکی از دوستا به من پیام داد از یکی از کشورهایی که گفت 21 یا 22 ساعت روز از این طول میکشه. یعنی سوال از این همی بود که ما روزه خود را چگونه بگیریم. بعد من پرسان کردم، خب حکم شرعی رو پرسان کردم، گفتم آیا طلوع و غروب داره منطقه شما؟ اگر طلوع و غروب داشته باشه باید روزه بگیریم. درست. اگر طلوع و غروب ما نمیفهمیم نداره. خب حکم شرعی و فقهی همی بود که بیان کردم که شما یا به همون کشور همجوار خود شما روزه بگیریم، ساعت ترتیب بدیم، یا اینکه با افق مکه مکرمه. هدف اینه که یک جوان، یک مسلمان در کشور کفر زندگی میکنه به فکر اینه که من روزه چگونه بگیرم. حقیقت نفس از این تزکیه شده. شاید ما فکر بکنیم که این کسی که در کشور کفر دیگه دین هم نداره، روزه هم فراموش کرده. نه خیر، چنین نیست.
اما شاید به قلب کشورهای اسلامی کسانی باشند که هیچ به فکر روی رمضان نباشند. کعبه بگوین؟ شاید فرمودین شما به مکه و مدینه باشند که هیچ در این راستا معنای تزکیه را نفهمند، معنای تطهیر و پاکی و اخلاص را نفهمند. این مسئله‌ایه که کاملا بحث تخلیه هست، بحث تحلیه هست و این مسئله‌ایه که تزکیه میشه که به عبارت دیگر بگم کاملا مسائل قلبی هست. قلب انسان باید که از صفات خبیثه و رذیله پاک بشه و در جایش اخلاص و صفا و صمیمیت و بالاخره صفات حمیده بیاید. تشکر، سلامت باشید جناب مولانا صاحب. پس با این تعریف و تقسیمی که شما از تزکیه کردین که در تعریفش گفتین که تزکیه این است که از کارهای زشت، از اخلاق زشت، از رفتار زشت، از گفتار زشت خود را انسان پاک بکنه، صاف بکنه و روش نیک، اخلاق نیک، اقوال نیک، افعال نیک را در خود جا بته و خود را به او عادت بته. این میشه تزکیه. و گفتین با ادعا نمیشه، چون تزکیه هم یکی از عبادات هست و یکی از بزرگترین عباداتی هست که باید با اخلاص و طبق روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت بگیره. داستان او 3 صحابی را که ذکر کردین واقعا بزرگترین دلیل هست که تزکیه هم باید طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شود. که یک صحابی میگه من همیشه روزه میگیرم، دیگهش گفت من شب هیچ نمیخوابم تا صبح قیام میکنم و تهجد میخونم و دیگهش هیچ ازدواج نمیکنم. یعنی فکر کرد که البته ازدواج مانع عبادت میشه، مانع تزکیه میشه. یعنی این در ظاهر اگر دیده شود این 3 نفر نیتشون بد نبود، کاملا نیت اینا تزکیه بود. همیشه روزه میگیره و شب تا صبح قیام میکنه و دیگهش هم ازدواج نمیکنه که به عبادت وقت بده. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که چی گفت؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی بعد از این حدیث باید هر انسان متوجه عمل خود باشه. 100%. تشکر، سلامت باشید جناب مولانا صاحب. خب حالا که هدف تزکیه شرعی باشه و تزکیه که الله و پیامبر از ما میخواه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما یاد داده، با چی وسیله و با چی روشی ما میتونیم اما تزکیه که مطلوب شرعی است او را به دست بیاریم، نه اینکه به راههای انحرافی و بدعی و خرافی رفته باشیم؟ طبعا بزرگترین وسیله تزکیه همانطوری که قبلا اشاره کردیم که تزکیه یک مسئله عبادی هست، درست. یک مسئله که از راههای جنت هست. بزرگترین وسیله کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر راهنمایی. یعنی بزرگترین وسیله تزکیه ما وقتی که نگاه میکنیم که قرآن عظیمشان ما را به چی امر کرده، ما را از چی نهی کرده. یعنی قرآن بخوانیم؟ طبعا برای که اول که یک بحث کلی هست که کتاب الله و سنت رسول الله سرمشق زندگی ما باشه، ما را سوق میده به طرف چی؟ به طرف جنت و تزکیه میشیم و تزکیه جنت. بعد که بیاییم به جزئیات این قضیه، کلی گفتیم کتاب الله و سنت رسول الله. اولین چیز در عبادت، در قبولیت عبادت 2 چیز شرط است. یکی اخلاص هست و دوم مطابقت از رسول صلی الله علیه و سلم. نفس ما به چی چیز تزکیه میشه؟ به عبادت تزکیه میشه. بدون شک باید عبادت داشته باشیم. این عبادت ما باید مطابقت از رسول صلی الله علیه و سلم باشه، موافق به عبادت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی که موافقت و مطابقت به عبادت رسول صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، نکته دوم اخلاص هست. در تمام اعمال وقتی که نگاه میکنیم بحث لله می آید و اتم الحج والعمره لله. مسئله مهمی هست. پس بناهن یکی از وسایل رسیدن به تزکیه درست و صحیح و اصلی و اساسی مسئله اخلاص و عبادت، که از جمله عبادات پایبندی به فرائض هست. درست. کسی که میخواد نفسی و تزکیه بشه باید فرائض را مد نظر داشته باشه، پایبندی کامل به فرائض. درست. درست. بحث فرضه،
فرمان الله سبحانه و تعالی هست، دستور الله سبحانه و تعالی هست، تاکید الله سبحانه و تعالی هست، تاکید رسول صلی الله علیه و سلم هست. پس وقتی میگیم فرض یعنی نمازهای فرض، روزه فرض، حج فرض، زکات فرض. اینا هم مسئله. اگر کسی میخواد که نفسی و مالی و پاک بشه زکات متوجه باشه. اگر کسی میخواد نفسی و بالآخره تزکیه بشه حج باید به طریق درست و صحیح انجام بده. پس مسئله فرض این خیلی مسئله مهمیه. متاسفانه امروز حتی بعضی از انسان‌ها رو میبینیم که 100% به راه تزکیه روانن، به فرائض 10% اهمیت نمیدن، اما به نوافل و مستحبات رفته به 200%. خیلی مسئله مهمیه. فرضه. وقتی ما میگیم فرضه یعنی چی؟ نفهمیده. وقتی ما میگیم فرضه یعنی چی؟ یک شخص شاید خیلی به قضیه تزکیه به نزد خود متوجه باشه که از خیلی اشیای شبهناک خود را دور بکنه، خیلی خود را دور بکنه، اما بیخبر از اینه که غیبت الله سبحانه و تعالی به ما فرض که باید خود از این دور بسازیم. مسئله تهمت، مسئله بهتان، مسائل بالاخره در این قسمت ها. پس فرائض خیلی مهمه. اولویت ها وقتی ما میگیم در زندگی باید اولویت ها مد نظر گرفته شد، در عبادات اولویت ها مد نظر. پس پایبندی کامل به فرائض. سوم اول گفتن چنگ زدن به کتاب الله و سنت و اخلاص و در عبادات و فرائض پیامبر صلی الله علیه و سلم، پایبندی کامل در فرائض و همچنین مواظبت بسیار در نوافل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. الله سبحانه و تعالی میگه این بنده ایمه که به نوافل به طرف من میایه دیگه من او از جمله دوست میدارم و محبوبان من میشه. منظور از این که به نوافل پایبندی نه این که ما فرق بین فرض و نفل نکنیم. درست. فرض باید بشه. فرض از خود مقامی داره، سنت از خود مقامی داره، نفل و مستحب از خود مقامی داره، آداب از خود جایگاهی داره، هر کدام اینها از خود درجه داره. درست. اما یک انسان وقتی میخواه که نفس از او تزکیه بشه، طبعا غیر از ماه مبارک رمضان، حال رمضان کو فرضه، این کو پایبندی کامل، اما غیر از رمضان مثلا میای بعد از رمضان روزه شوال، 6 روز شوال روزه میگیره. بله. انسان روزه میگیره، ای واقعا در تزکیه نفس خیلی موثره. درست. بعد میای هفته 2 روز روزه، بعد میای ماه رسول دوشنبه و پنجشنبه. پس بنابراین انجام دادن نوافل ای از جمله وسایلیه که نفس تزکیه میکنه. وسایل دیگه هم هست؟ بله وسایل دیگه هم هست. فکر میکنم زیاد است. اجازه بدیم بریم به سراغ یک برنامه. بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاه را میگیریم و برمیگردیم با ادامه موضوع تزکیه نفس در قرآن و جناب مولانا صاحب انصاری در مورد وسایلی که ما میتونیم توسط آنها به تزکیه مشروع و درست برسیم صحبت هایی داشتن که بعد از میان برنامه انشالله میشنویم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يا أيها ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از او خلق نمود و از آن دو
مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت و تقوای آن پروردگاری را در پیش بگیرید که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسسته دارید. همانا الله مراقب و ناظر بر اعمال شماست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لديه لنا الكثير من الحكايا تحدثنا عن الأمم الخوالي. قد عاش الحوادث والقضايا وكل زال وهو إلى زوال. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی برنامه لحظه های آسمانی، البته با موضوع تزکیه نفس در قرآن با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری خدمت شما هستیم. جناب مولانا در آغاز تزکیه را تعریف کردند و سپس در مورد انواع و اقسام تزکیه گفتند که بر دو قسم است. یکی از چیزهای بعد از اخلاق زشت، از کارهای ناشایست اجتناب کردن و دوری کردن و اخلاق نیک و حمیده و کارهای نیک و شایسته را در خود جا دادن و خود را به آن عادت دادن. این از انواع تزکیه هست. در مورد وسایل تزکیه گفتن که وسایلی که ما را به تزکیه درست و مشروع میرساند، اولین کار ما بیاییم به سوی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون بدون این دو هیچ راه نداریم. و همچنان گفتن که در تمامی عبادات اخلاص و اتباع و متابعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز از چیزهایی است که از شرایط اساسی قبول عبادات هست و قبول شدن عبادات خودش انسان را به تزکیه نزدیکتر می سازد. و همچنان وسیله دیگری را گفتن که پایبندی به فرائض. کسانی که با ادعای تزکیه فرائض را ترک میکنند یا در مورد فرائض توجه ندارند، به نوافل بیش از حد رو میارن اما فرائض را اهمیت نمیدهند، اینها در حقیقت معنای تزکیه را نفهمیدن. از راهها و وسایل مهم تزکیه پایبندی و مواظبت به فرائض هست و مرحله دوم اعمال نوافل که او هم بعد از فرائض در ایجاد تزکیه در نفس‌های انسان مهم و مؤثر هست. خب جناب مولانا، بقیه وسایل غیر از اینها چیزهای دیگه هم هست که ما را به تزکیه برساند؟ وسیله دیگر از وسایل تزکیه مسئله تدبر با قرآن هست.
با آیات قرآن. خود قرآن عظیم الشان وقتی که تلاوت میشه همانطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که مثل که آهن زنگ میزنه قلوب انسان ها زنگ میزنه. و بعد فرمودن یا رسول الله آهن زنگ بزنه خب یک وسیلی داره که ضد زنگ زده میشه و از اون نجات پیدا میکنه، اما قلب وقتی زنگ زد چی باید کرد؟ چه کار باید کرد؟ فرمودن که تلاوت قرآن و ذکر موت، یعنی قرآن زیاد تلاوت کنیم قلوب و موت به یاد بیاریم. پس خود تلاوت قرآن نفس را پاک میکنه. در کنار تلاوت تدبر با آیات قرآن که مسئله تدبر یک بحث طولانی هست. همینه که وقتی که انسان قرآن تلاوت میکنه به همین فکر باشه که این کلام پروردگار هست، به خاطر تزکیه نفس من نازل شده، به خاطر خوشبختی من نازل شده، به خاطر فوز و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت من نازل شده. پس قرآن وقتی با تدبر و تفکر خوانده بشه نفس تزکیه میشه. وسیله دیگر از وسایل تزکیه نفس مسئله توبه هست. خب بخوایم و نخوایم نفس بعضی وقت سرکشی ها میکنه، گناه میکنه، معصیت میکنه، خطا میکنه. نفس هست. یعنی بعد از انبیاء علیهم السلام هیچ نفس معصوم نیست. وقتی میگیم معصوم نیست یعنی هر انسانی به هر مقامی که باشه غیر از انبیاء علیهم السلام. انبیاء علیهم السلام دوچار لغزش میشدن، الله سبحانه و تعالی اونها را از خطا و گناه و از اینها پاک ساخت و نفسهای اونها را نفس طیبه الله سبحانه و تعالی قرار داد. پس بعد از انبیاء علیهم السلام وقتی میگیم هیچ نفس معصوم نیست یعنی نیاز به تزکیه داره. حالا اگر گناه کرد، معصیت کرد، لغزش کرد، اینجا نیاز به توبه هست. پس وقتی که توبه کرد، خود توبه همین رجوع به طرف الله سبحانه و تعالی، همین ندامت و پشیمانی بر گناه چی میشه؟ سبب پاکی نفس میشه، نفس رو پاک میکنه. همچنین مسئله کثرت استغفار. الله سبحانه و تعالی درباره استغفار آیات زیادیه که والمستغفرین بالاسحار و بالاسحار هم یستغفرون. در آیه دیگه میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا الی آخر آیه. پس اثرات استغفار اینه که نفس رو پاک میکنه و هر انسان باید که استغفار زیاد داشته باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همه پاکی، با اون نفس طیبه‌ای که داشتن، باز هم شبانه روز 100 مرتبه، در روایت 70 در روایت 100 که استغفار میکردن و توبه میکردن. به اینه که انسان باید همیشه کام و زبانش به استغفار باشه و به ذکر و عموما به ذکر الله سبحانه و تعالی باشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یعش عن ذکر ربی عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. آیه مبارکه هست. خب و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که ابا بورزه از ذکر الله سبحانه و تعالی، احراز کنه، بله، وقتی که پشت کنه به ذکر الله سبحانه و تعالی. وقتی ذکر میگیم نماز ذکر هست، عبادات ذکر هست، تسبیح و تهلیل پروردگار عالم ذکر هست. این انسان وقتی که ابا ورزید، این دیگه وقتی از الله جدا شد همقرین با شیطان میشه. وقتی همقرین با شیطان شد خود نفس از تزکیه دور میشه بدون شک. نفس از حالت اطمینان و بالاخره میره به طرف وحشت و به طرف بالاخره گمراهی و به طرف این و اون. پس به اینه که انسان باید که از این وسایل استفاده کنه. مسئله استغفار زیاد داشته باشه و ذکر الله سبحانه و تعالی، به ذکر الله تطمئن القلوب. و همچنین از جمله وسایل دوری از گناه. خود این مسئله به ذات خود نفس را تزکیه میکنه. دوری از گناه. وقتی به مجردی که انسان میخواد گناه را انجام بده، این را بدانه که الله سبحانه و تعالی تمام اعمال مراقبت میکنه. الله سبحانه تمام اعمال
میبینه، میدانه، خبیر هست، علیم هست، دانا هست. مکانی که میرم الله میدانه، حرفی که میزنم الله میشنه و فکر و نیتی که دارم الله سبحانه تعالی از او فکر و نیتم واقف و باخبر هست. پس خود این که انسان الله را مراقب خود بدانه و از گناه دوری بجویه، نفس از این پاک میشه و تزکیه میشه. و همچنین مسئله دیگر، مسئله نفس را توبیخ کردن، تنبیه کردن و همچنین نفس را وعظ و نصیحت داشتن. چگونه مسئله توبیخ؟ این نفس خیلی خواهشات داره، خیلی خواهشات داره. شما ببینیم امروز وقتی یک نفر رشوت خور میشه، همین نفسه که او کشانده، خواهشات از او رو بالا برده و یا مجبور شده، خور مجبور میدانه که باید از راه رشوت سرمایه به دست بیاره، از راه ربا سرمایه به دست بیاره، از راه قطع و طریقی، از راه اختطاف، از راه ظلم، از راه آدم کشتن، چون این نفس را توبیخ نکرده، تنبیه نکرده در ابتدا و نفس را تزکیه نکرده که نفس متوجه باش که امروز اگر حرام استفاده کنی فردا به جهنم باید بسوزی. نفس را نصیحت داشته باشه. نفس امروز تو آسودگی 10 دقیقه دنیا رو مد نظر داری، اما و عذابی که الله سبحانه و تعالی در آخرت برای نفسهای خبیثه آماده کرده، آیا آمادگی و عذاب هم داری؟ اگر امروز آلوده بشی، وقد خواب من دساها، بدبخت میشه و نفسی که آلوده بشه، خار و ذلیل میشه و نفسی که بالاخره آلوده بشه. پس یکی از وسایلی که نفس ما تزکیه میشه اینه که ما نفس توبیخ و نفس وعظ و نصیحت، ما نفس نصیحت. چگونه توبیخ؟ در دنیا برای انسان سرمایه از راه حرام به دست میآید، میسر میشه، نفس خیلی دوست داره. بله. پس چیکار میشه؟ ای به خاطر الله سبحانه و تعالی دوری میجویه. نفس برای از او گناه و معصیت میسر. مثلا شما ببینیم از جمله اعمالی که به پیشگاه الله سبحانه و تعالی قبول میشه، یکی از جمله اینه که انسان اعمال صالحه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی، دعا چی وقت قبول میشه که انسان وسیله داشته باشه. از جمله کدام وسایل؟ که اعمال صالحه خود به پیشگاه الله سبحانه و تعالی وسیله کنه. که حدیث مشهور که چند نفر در غار ماندن و بالاخره یکی همون بود که برای از گناه میسر شد، نفس از او کشاند برد تا لحظه گناه، تمام با زن خلوت کرد، تمام امکانات برای او آماده شد و او زن خود را در خدمت از او گذاشت و لحظه ای که میخواست به گناه و معصیت آغاز کنه، اینجا وقتی او دختر اشاره میکنه که مر فقر به یه حالت کشانده و به یه حالت رسانده و این امانتی که الله به دست من سپرده بگذار که من این را به صاحبش به حلال تسلیم کنم. وقتی این شخص نام خدا را میشنوه جا در جا توقف میکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. پس این نفس یعنی 100% خلاف میل نفس ای کار شده. نفس اول خبیثه بود، او را کشان به طرف گناه معصیت، جا در جا او را مهار میکنه از ترس الله سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی و پاداش ازی فإن الجنة هی المأوى، هم جنت را میده و هم او وقتی همین دعا رو وسیله میکنه که یا الله اگه به خاطر تو میر ترک کردم، تو مرا از اینجا نجات بده و مشکل حل کن، میگه دروازه غار باز میشه و نجات پیدا میکنه. پس به اینه که نفس باید توبیخ بشه. نفس چیزی طلب میکنه که خب او از راه مشروع به دست انسان نمیآیه، غیر مشروع انسان خود را باز میداره. نفس اشیایی طلب میکنه که او دوست داره اما او خلاف شرع هست، از راه مشروع نیه، از راه حلال نیه. در این راستا این انسان باید نفس را توبیخ بکنه و متوجه بسازه. و نکته دیگر که همیشه به یاد نفس قضیه آخرت را بده. نفس تونیو همو قبر، نفس
تونیو همو حشر، نفس تونیو و پای همو میزان، تونیو همان صراط، نفس فقط تو هستی و همان روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، نفس فقط تو هستی، هیچ نفسی در اون روز نمیآید از تو دفاع نمیکنه، هیچ نفسی نمیآید در اون روز از تو حامی و پشتیبان تو قرار نمیگیره. پس انمی لحظه‌ایه که متوجه خود باش، این انسان با نفس خود آخرتر و مسائل توصیه و حز داشته باشه. نکته دیگر مسئله محاسبه با نفسه که بازم قضیه ارتباط میگیره که قبلا اشاره کردم، بحث مسئله توصیه و وعظ و اینها هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسانی که ایمان آوردید از الله بترسید و این را بدانید و نگاه کنید و متوجه باشید که چی چیز میفرستن نفسهای شما، به این که فردای شما پیش رو دارید چی فرستادید. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الکیس، زیرک، انسان زیرک چی کسیه؟ و میفرمایند من دان نفسه، کسی که دانه به معنای حاسبه، کسی که حساب میکنه نفس خود را، محاسبه میکنه. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند حاسبوا قبل ان تحاسبوا، شما قبل از این که بس شما حساب گرفته بشه شما حساب کنید، خودتان حساب کنید. بله. شب وقتی که انسان در بستر سر میگذاره، قبل از اینکه خواب بشه فکر بکنه که امروز گناه همه بیشتر بوده یا ثواب همه، من ثواب امروز بیشتر کردم یا گناه. اگر ثواب بیشتر بود الحمدلله، یا الله این توفیق تو بوده. اگر گناه نعوذ بالله در اون روز بیشتر بوده، شروع کنه به توبه و تضرع. بعد از توبه و تضرع بخوابه، شاید خوابید دیگه بیدار نشه. پس به اینه که رسول معظم اسلام میفرمایند زیرک کسیه که نفس خود را محاسبه کنه. ما امروز میگیم زیرک کسیه که مردم را فریب بده، زیرک کسیه که مردم را بازی بده، حق مردم را بخوره، زیرک کسیه که بالاخره به این چم و فریب و اینها بیای سر مردم حکومت کنه و بالاخره سرمایه جمع کنه. پس به هر حال مسئله وسایل تزکیه زیاد هست که نکته اخیر این اشاره میکنم که مسئله کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن، این از جمله وسایل تزکیه نفس هست. قبلا بحث کم خوردن چگونه؟ مسئله خوردن زیاد، انسان وقتی زیاد بخوره زیاد میخوابه، وقتی زیاد خوابید زیاد عمری و ضایع شده. اما اگر کم خورد کم میخوابه، کم خوابید از عمر خود بیشتر استفاده میکنه. کلام کم گفتن، وقتی ما میگیم، خب شاید شما بگیم که از اینم من چوب نشسته بودم تو زیاد گفتی. پس به هر حال مسئله کم گفتن کلام خیر نه، مسئله ذکر، مسئله سخنان لغو بیهوده. بعضی انسان ها یک شب تا صبح می نشینه، صبح هم وقتی از سر شب تا صبح سخن میگه، سر صبح وقتی جنبندی بشه که چی گفتیم چی استفاده کردیم معلوم نه، همه بگو بشنو و بخند و لهو و لعب و اینها. ایر عرفا و بزرگان میفرمایند که سخن گفتن زیاد قلب سخت میکنه، قلوب سخت میشه. وقتی قلوب سخت شد انسان از یاد خدا غافل میشه، قساوت قلب بری پیدا شد دیگه بری از او رحم و شفقت و ترحم نمیمانه. وقتی که انسان زیاد هم بخوره، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند در حدیثی که شیطان چنان در وجود انسان راه داره که به مجرا دم، یعنی به هر قسمتی خون راه داشته و شیطان راه داره. زیاد خوردن شهوت انسان رو بیدار میکنه و طرق شیطان در وجود وسیع میسازه، یعنی پارکینگ های زیادی برای شیطان در وجود انسان پیدا میشه و توقفگاه های زیادی و در اونجا استراحتگاه های زیادی در اونجا برای شیطان. و هرچی که کم خوردن و بحث عبادت، هرچی که انسان
ریاضت میکشه، ریاضت شرعی و همون مسائل قرآنی و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، این راه ها برای شیطان تنگ میشه و شیطان برای از او دیگه راهی نمیمونه جز فرار. مسئله کم خوابیدن هم که اشاره کردیم، چون الله سبحانه و تعالی انسان را در دنیا آورده تا انسان از عمر خود، از ساعت و ثانیه خود درست و صحیح استفاده کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در حشر اجازه نمیدن که انسان یک قدم برداره الا که مگر چند چیز را جواب بده. از آن جمله یکی اینه که و عن عمره فیما افنا، عمر در کجا فنا کردی، در کجا مصرف کردی؟ در خواب. بیازو انسان میخوابه، ضرورت داره که 8 ساعت 7 ساعت در 24 ساعت بخوابه، اما اگه انسان بیاد 16 ساعت بخوابه دیگه از عمر از چیزی باقی نمیمانه. و ان شبابی فیما ابلا، جوانی رو به کجا مصرف کردی؟ آیا به خواب؟ پس در اینه که ما باید همون قدر بخوریم به قدر ضرورت. قرآن میفرماید کلوا واشربوا، بخور بنوش، از هر چیزی که خدا برای تو اجازه داده بخور بنوش، ولا تسرفوا، اسراف نکن، یعنی از حد دیگه نگذران. مسئله خواب هم عین شکل، مسئله خواب بخواب به قدر ضرورت. درست. و مسئله سخن گفتن، سخن بگو به قدر ضرورت. به همینه که میگن هرچی کلام بیشتر بشه اشتباهات بیشتر میشه. از ما خطیبا و واعظا چون کلام ما زیاده، در لابلای سخنها اشتباهات هم زیاده. الله سبحانه و تعالی ما رو ببخشه. و چیزی که حق میگیم از جانب الله سبحانه و تعالی است و او چیزی که خطا گفتیم از جانب نفس و شیطان. جزاکم الله خیرا. شما از نفس خیلی زیاد گفتید، محاسبه نفس و تابیخ نفس و نمیفهم مهار کردن نفس و وعظ و نصیحت نفس. و میشه در مورد نفس بگوین که نفس چطور است؟ نفس همگی یکی هست یا نفس ها فرق میکنه یا در یک انسان چند نفسی میباشه؟ مسئله نفس، در بحث نفس علما به دو دسته تقسیم شدن. یک عده میفرمایند که نفس یک نفس هست ولی دارای صفات مختلفی هست و بعضی از علما میفرمایند که نخیر، نفس 3 نفس هست، در ذات خص قسم هست. بیشتر و رأی جمهور علما اینه که یک نفس هست ولی دارای 3 صفات هست که نظر جمهور علما هست که این صفات ها میشه که در قرآن بیان شده اشاره کنیم. نفس لوامه هست، نفس اماره هست و نفس مطمئنه هست. لوامه، اماره و مطمئنه. نفس لوامه نفسیه که الله سبحانه و تعالی در سوره قیامه قسم یاد میکنه لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. اگر نفسم و نفس مطمئنه نمیشه لااقل لوامه باشه. لوامه نفسیه که انسان دوچار اشتباه میشه، مجردی که اشتباه میکنه خود را ملامت میکنه. یا الله مرا ببخش، یا الله نفهمیدم، اشتباه کردم، ندانستم، خطا کردم، ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر لی وارحمنی، دعا کنه بعد تضرع اینها. یعنی بعد از گناه و معصیت که انسان پشیمان شد، با مجردی که پشیمان شد و توبه کرد، این نفس لوامه هست. درست. انسان پشیمان میکنه، نفس خوبی است. اما اگر بره یک مقام بالاتر که نفس مطمئن بشه، که نفس انبیاء علیهم السلام، نفس صدیقی، نفسیه که نمیره رو به طرف گناه، خیلی به ندرت اگر به گناه و به لغزش و به اینها دوچار بشه. و اون نفسیه که الله سبحانه و تعالی در اون لحظه ای که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چه لحظه الله سبحانه و تعالی نفس ما و شما، نفس همه بینندگان، نفس مطمئنه بگردانه و نفس با اطمینان بگردانه که اون لحظه ای که این حرف برای ما گفته بشه که یا ایتها النفس المطمئنه. و به راستی هم که در حدیث و در روایت میایه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هنگامی که ملک الموت به بالین انسان‌های خوشبخت و نیک و انسان‌های صالح می نشینه، همین جمله میگه یا ایتها النفس المطمئنه اخرجی، بیرون بشه دیگه از این جسم طیب، نفس طیبه بیرون بشه. اما اگر انسان بدبخت و شقی باشه،
نمیگه که ای نفس مطمئنه، بعد میگه که خبیثه میگه اخرجی، بیرون بشو از این جسد خبیثه. الله سبحانه و تعالی نفس ما نفس مطمئنه بگردانه و جسد ما هم جسد طیب. و همچنین نفس اماره، نفس اماره نفسیه که نفس به سوی کفر و فسق و فجور و بدبختی اماره هست، یعنی به گناه ها میکشانه. شما ببینیم یوسف علیه السلام، نبی خدا، پیامبر خدا، کسی که دروازه وحی بروی بازه، جبرئیل میایه باز هم میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربی. ما میگه از چنگ از این نفس اماره نجات پیدا کردن نمیتونم الا که مگر الله به من رحم کنه، و الله هم به او رحم کرد. الله سبحانه و تعالی به اون لحظه‌ای که زن عزیز مصر خود را آماده کرد برای، قالت هیت لک، ما برای تو خود را آماده کردم، این حفظ پروردگار بود، رحم پروردگار به یوسف علیه السلام بود که وقتی گفت قالت هیت لک قال معاذ الله، معاذ الله، ما خدا پناه میجویم، چون نفس یوسف علیه السلام نفس مطمئنه بود، خدا پناه جست. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. همونگونه که شما دعا کردین خداوند برای ما، برای بنده های عزیز ما، برای تمام مسلمانان جهان نفس مطمئنه را نصیب بکنه. اگر مطمئنه هم شده نمیتونه، گاهی لوامه حداقل باشه که از او طرف شد دیگه در خطر قرار میگیریم. جزاکم الله خیرا. ان شاء الله که بیننده های عزیز از صحبت های جالب و مفید و مؤثر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در راستای تزکیه نفس استفاده کرده باشید و کسانی که در این مورد تا امروز آگاه نبودن یا آماده نبودن، امیدوار هستم که از این روز من و شما هر کداممون برای تزکیه نفس خود اقدام بکنیم، عمل بکنیم، همان گونه که حضرت عمر رضی الله عنه می‌فرمودند که خود را محاسبه بکنید قبل از اینکه با شما محاسبه صورت بگیرد. همیشه ما عزیزان را تا برنامه‌های بعد به الله یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی